مکه داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از ببینید 23 سال مورد مکه شد. وقتی که آمد خانه کعبه محکم بود، کلید خانه کعبه را پرسید. کلید آوردن عثمان ابن طلحه گفتنی مرد بود که از اولاد و اولاد کلید خانه کعبه در دست همراه بود. تا به این روز کلید خانه کعبه 3 تا کلید دارد و اون کلیدها در دست اولاد همه عثمان ابن طلحه است. توش بروش همه که آمده استیان اینها روش بزن که سر همه رو گذشتن بگیرن و اون کلید در دست همیان میستد. چون که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد مکه شدند گفتن عثمان فریاد اینه، عثمان آورد، عثمان آمد گفت کلید دوته کلید داد خانه کعبه را بوی کرد. وقتی که برآمد وارد خانه کعبه شد بعد از آن که برآمد حضرت علی رضی الله عنه پیشش آمد گفت که یا رسول الله همین کلید برای مبوته من نگهبان خانه کعبه حاجی ها را آب دادن همه اینها در عهده من باید در عهده من بشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید کلید به حضرت علی ندادن. الله جل در اینجا آیت الهی کرد فاستعذوا بالله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. این آیت نازل شد. الله امر میکند که امانتها را باز بگردانید و صاحبانش باز بگردانید و مردم بدهید. پس ببین پیامبر صلی الله علیه و سلم عثمان را گفت ندا بزنید. عثمان آمد گفت این کلید که در دست تو بود این کلید این امانت بگیر و اعلام کرد که تا روز قیامت هیچ انسان حق نداره کلید بگیرد. هر کسی که کلید از این اولاد بگیرد او ظالم است.